دایی شمس فردا یک ساندویچ کالباسی برای من میاری وگرنه بابات میسوزونم. دایی جان سلام خوبی؟ دایی جان روز معلم کی اخراج میشه از مدرسه؟ من اخراج شدم. برای چی؟ هیچ کاری نکردم، برای معلممون کادو بردم. کی با کادو دادن اخراج میشه؟ چی کادو دادی؟ روز معلم بود. خب ما کلاسمون تزیین کردیم، بعد تخم مرغ بردیم توش، برگ گل ریختیم، زدیم تو سقف و رخ رو سر معلم و گلا، یکیش البته خود تو پوزش و این ناراحت نشد. به کادوهامون بهش دادی، کادوها که باز کرد گفت نوری، سامانی، ساسانی برن دفتر. مگه چی دادی عزیزم؟ نوری خب انگشتر حلقه مامانش دزدیده بود، کادو کرده و آورده برای معلم. همکار پیدا کردی. سامانی قاب عکس باباش آورده بود. یه مردی با سیبی معلمو که باز کرد ترسید. تو چی دادی؟ من شورت و کرسه بود. برای چی؟ بابام برای مامان خریده بود، میخواستن خوشحالش کنن چون بابام همیشه برای مامانا که بخره مامانا خیلی خوشحال میشه. خودش هم خوشحال شد، بعد که گفت کاش که حداقل بزرگ نبود اندازم بود. به جون خودت، تو را به جون دوست دخترت میشه بگی تو خریده بودی برای معلممون؟ نه به من چه ربطی داره، آبروم میره. چرا آبرود میره؟ دایی جان این کار زشته، کسی به کسی لباسی کادو نمیده. چه عیبی داره؟ خیلی قشنگ بود، سرخ توری یه سوراخی هم داشت. چه قشنگ حرف میزنی